استفاده نکنید. مرگ بر شما. طالبان 4 سال است که به دلیل جنسیت ما حتی حق نفس کشیدن را از زنان افغانستان گرفته است. اما تا به کی باید این وضعیت ادامه داشته باشد؟ تا چه زمانی باید قربانی باشیم؟ 4 سال است که جامعه جهانی به جای ایستادن در برابر جنایت طالبان علیه زنان افغانستان زیر نام تعامل از آنها حمایت می‌کند و به این گروه‌ها فرصت می‌دهد. اما این حمایت‌ها و فرصت دادن به چه قیمتی؟ به قیمت قربانی شدن ما. چرا جهان صدای زنان داخل افغانستان را نمی‌شنود؟ چرا هیچ کس به وضعیت ما توجه نمی‌کند؟ تا چه زمانی باید